اجازه دهید در قدم نخست از این ابتکار مسئولانه با وقت و بجای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار سپاس و امتنان نماییم که فرصت را در اختیار ما گذاشت تا پیرامون مهمترین و دردناکترین مسئله منطقوی اسلامی و انسانی بحث‌هایی داشته باشیم. همکاران عزیز، ما و شما زمانی گرد هم آمدیم که هر لحظه احتمالاً همین لحظه هم که من سخنرانی دارم جوان فلسطینی ساکن در غزه مظلومانه به شهادت می رسد، مادر داغدار می گردد و کودکان بی پدر و مادر می شوند. این دقیقاً 78مین روزی است که قتل عام بیرویه و نسل کشی اهل غزه جریان دارد و جهانی که داد از حقوق بشر، ارزش‌های انسانی و آزادی و عدالت می‌زنند نظاره‌گر این قتل عام وحشیانه است. با این حال ما در عصر بزرگترین تناقض‌ها به سر می‌بریم، در جهانی که کشورهای و بهانه نقض جزئی ترین حقوق انسانی و یا هم به دلایل سیاسی اما به کارگیری بحث حقوق بشر مورد تحریم ها قرار می گیرند، اما در عین زمان نسل کشی بی‌وقفه‌ای یک ملت توسط رژیمی که از تمام حدود و معیارهای انسانی در جنگ پا فراتر گذاشت مورد کوچکترین ایراد قرار نمی گیرد. در وجود دهها کنوانسیون پیرامون حقوق بشر و مسائل انسانی در جریان 78 روز نزدیک به 20,000 انسان که بیشتر از نصف آن را خانم‌ها و کودکان تشکیل می‌دهند نسل کشی گردیدند. اما همین کنوانسیون‌ها در عین زمان در موارد دیگر به دلایل سیاسی و ابزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. سروران عزیز، با این وضعیت آیا نظم حکیم جهانی کنونی که اساس آن بعد از جنگ جهانی دوم گذاشته شد به این همه تناقضات پاسخگوی نیازهای انسانی قرن 21 است؟ آیا می شود عقل و خرد انسانی قرن 21 را با این همه رفتارها و دوگانه و معیارهای چندگانه به بازی گرفت؟ من فکر می کنم که وجدان آگاه و بیدار بشری را نمی توان به این چنین رفتارهای دوگانه قانع ساخت. ما نیاز به نظم نوین جهانی که استوار بر عدالت و برابری باشد داریم، در نظمی که از هیچ حق انسانی و یا هم کشوری چشمپوشی صورت نگیرد و امکان استفاده جویی های سیاسی نداشته باشد، نظمی که به جهان صلح، عدالت و ثبات به ارمغان بیاورد. چه بخواهیم یا نخواهیم، بگوییم یا نگوییم، وجدان انسان امروزی را نمیتوان با این همه تناقضات خوابیده نگاه داشت. پس از نسل کشی فلسطینی ها در غزه و آزاد گذاشتن دست رژیم صهیونیستی این تناقض بزرگ دیگر به حد کافی روشن گردیده است و با این وضعیت شکلگیری تغییر در نظم جهانی حتمی است. خیلی مسخره است وقتی دیده می شود کشور من افغانستان پس از بیشتر از 14 تهاجمات کشورهای بیگانه و جنگ و حرج و مرج وقتی به سوی امنیت و ثبات گام برمی‌دارد با کارگیری حقوق بشر مورد تحریم ها قرار می‌گیرد. انسان افغان چگونه می‌تواند به این معیار دوگانه همسو باشد؟ امارت اسلامی افغانستان به حیث نظامی که از متن مردم خویش برخواسته و با نصرت الهی و پایداری و ایستادگی مردم مجاهد و قهرمان افغانستان توانست اشغال 20 ساله امریکا و ناتو را در افغانستان و پایان برساند. امروز درد و رنج مسلمان فلسطینی را با دل و جان حس می کند. ما که سالها است قربانی تناقضات حکیم بین المللی هستیم، بیشتر از هر ملت دیگر در درد و رنج ملت مسلمان فلسطینی خود را شریک می دانیم. مسئله فلسطین تنها به مردم فلسطین خلاصه نمی شود، بلکه قضیه عربی، اسلامی و در نهایت انسانی است. هیچ انسان آزاده و
و باورمند به عدالت و ارزش‌های انسانی نمی‌تواند مظالم رژیم صهیونیستی بر فلسطین را با بی‌تفاوتی نظاره‌گر باشد. جلالت مآبان، امارت اسلامی افغانستان به حیث جزئی از امت اسلامی مظالم جاری رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین اشغالی را همواره محکوم کرده است و مبارزه ملت فلسطین را بر اساس نصوص شرعی و حقوق بین الدول یک امن مشروع و قانونی می‌دانند. امارت اسلامی افغانستان به مثابه پاسدار ارزش‌های اسلامی از کشورهای تاثیرگذار جهان اسلام خواهان ایفای نقش موثرتری در پایان گذاشتن به کشتار مردم بیگناه فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و مسئول دانستن رژیم صهیونیستی است. جهان اسلام باید یک پارچه و متحدانه صدای آزادی فلسطین را با روایت مطرح مبدل نماید و تفاوت دیدگاه‌های سیاسی را در این قضیه راه ندهد. ابتکار امروزی جمهوری اسلامی ایران قابل ستایش است، اما هنوز هم نیاز است که کشورهای بیشتری در منطقه دست به کار شوند تا بتوانیم جلوی کشتار بی‌رویه مردم مظلوم فلسطین گرفته شود. این تلاش ها باید تا زمان ادامه یابد که مسئله فلسطین به حل دائمی و عادلانه برسد. راه حلی که در نتیجه آن مردم فلسطین دارای دولتی شوند که در سرزمین تاریخی فلسطین به وجود بیاید. امارت اسلامی افغانستان در محدوده تواناییش آماده همراهی جهان اسلام در این امر انسانی و اسلامی می باشد. تشکر از توجهتان و یک بار دیگر سپاسگزارم از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بابت فراهم آوری این فرصت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.